برای مرغ ترش خوشمزمون انار میخوای؟ سلام. امروز ما هم میخوایم یه مرغ متفاوت درست کنیم. یه مرغ ترش خوشمزه با رب انار و گردو. بریم تو کارش. از رونو سینه میتونی استفاده کنی. ببینی؟ میخوایم مزه دار کنیم در ابتدا مرغامونو. این مزه دار کردنه باعث میشه که تو مرحله اول بو زخم مرغا رو بگیره. یکم نمک، فلفل سیاه، اونوری کنم این طرفشم بپاشم، یه قاشق آب لیمو تازه، یه قاشق هم اون طرفش. در آخرم میخوام بهش زعفرون بزنم به خاطر رنگ و عطر زعفرون. بریم سراغ بقیه مراحل. حالا 2 تا پیازو نگینی خورد میکنی. یکم روغن میریزیم داخل تابه داغ. پیازا رو تفت میدیم. حالا سیرا رو میکوبیم. لهشون میکنیم و به پیازا اضافه میکنیم. اینم سیرایی که له کردیم. میریزیم قاطی پیازا، یه تفتیش میدیم. پیازا که یکم سبک شد میدمش کنار. میخوام این کنار مرغا رو هم سرخ کنه. اینم از مرغا. بعد 4-5 دقیقه برش میگردیم. دقیقا همینو میخواد. هم پیازا داره سرخ میشه هم مرغا. مرغ ترش خوشمزه داریم ما. وای وای. برای مرغ ترش خوشمزمون انار میخوای؟ انار محشرش میکنه. بزن. یه دونم اینجا هست. فکر کنم بسته. بریم. این پیازا رو ببینید چقدر فوق‌العاده شده. مثلا قیافش با آدم حرف میزد. مرغ رو وای.
برشتگی داره. الان کامل سرخ شده مرغا ولی نپخته است. ببین چه خونابه‌ای هم داره. عجب اناریه. قرمز گونه درشت. یه مش گردو هم خورد میکنیم اینطوری اضافه میکنیم به مرغ. کافی. زیاد خوردش نکرد. میخوایم احساس بشه زیر دند. ببینین دونه آشن درشت. میریزم رو مرغا. انار و رملانه میریزمشون. وای دهنم مرغ افتاد. هنوز کاری نکردی. رب انار کو؟ رب انار ترش میخوام. رب انار ترش. چرا ببینید رب انار ترش. اینطوری میدم رو مرغ. اونوری کنم اون طرف مرغارم رب انار بریزم. وای چی شد؟ یه دونه روی این، یه دونه هم روی این سینه. حالا آب اضافه میکنیم که مرغامون کامل بپزه و به اصطلاح جا بیفته. قبل از اینکه درشو بذارم نمکم بهش میزنم، نمکشو تنظیم میکنم و بره برای پخت. و تمام. فینیش. برنج زعفرونی میخوایم درست کنیم. برنج آب که شده رو میریزم تو قالب کته. یکم زعفرون میدم روش، قاطیش میکنم. حالا خوب که قاطی شد پهنش میکنم. اینجوری یه برنج زعفرونی خیلی خوشگل داریم. میره برای دم. بقیه برنج سفیدا رو میریزم روش، میذاریمش روی حرارت. درش رو میذاریم 1 دقیقه اول حرارت زیاد تا ته، 10 دقیقه بعد حرارت ملایم یا سوزنی. بعد از 1 ساعت کارو ببینید.
خدا چه بویی داره. کتمونم آماده است. واه گفت به اناره چی کاری کرده با مرغ. از این سوسن بریزم رو مرغا این شکلی بره پایین. تمام. دیگه نوبتی هم باشه نوبت تست کردنه. بیشتر از این نمیتونم. ببینید آخ از سسش بریزم روش. خیلی خوشمزه شده. پیشنهاد میکنم کنارش حتما کته یا برنج داشته باشید. به به. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک و سابسکرایب کنید تا یه غذای دیگه مراقب دلتون باشید.